من یه قصه ای رو یه جایی گفتم، نصفه گفتم، چون مناسبتش نصف اون قصه بود. حالا الان کاملش رو میگم. 2 نفر رو عقرب زده بود، داشتن از درد میمردن، از دوستان امیرالمومنین علیه السلام بودن. آوردنشون پیش آقا، فرمودن که خوب میشید، نترسید، یه مدتی درد میکشید، بدنتون دفع میکنه. خب این 2 نفر بعد از مدتی حضرت دوباره رفت عیادتش. حضرت فرمود میخواید بهتون بگم پشت پرده این نیش چی بود؟ گفتن آقا بفرمایید. به یکشون فرمود که عقرب تو رو زد برای اینکه تو یه جایی نشسته بودی، از سلمان من بد گفتن به دلیل اینکه دوست منه، تو میتونستی دفاع کنی، دفاع نکردی. میفرماد اگه دفاع میکردی نمیکشتنت، مالتو نمیگرفتن، کتکت هم نمیزدن، فقط رو در وایسی گیر کردی. این نیش مال اونه. من بعد یه جایی بد دوست منو گفتن، لالمونی نگیر، حرف بزن. اینو تا اینجاشو من گفتم 1-2 بار به مناسبت این که باید دفاع از حق کرد. اینم بگم. به یکشون فرمود که میدونید چرا عقرب تو رو زد؟ گفت چرا آقا؟ من که خوب از شما دفاع میکنم. فرمود یه آدم وحشی بود، تو پیشش نشسته بودی، خیلی هم از ما بدش میومد. قنبر غلام من اومد پیش شما پیش غلام من تمام قامت بلند شدی، خیلی احترامش کردی به خاطر محبت من. اون گفت مگه این کیه تو اینقدر احترام میکنی؟ تو برگشتی حسابی تعریفش کردی. اون که کینه ما رو داشت حسابی قنبر رو زد. الان موقع تعریف کردنه که این کتک بخوره. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب. در صدر فضائل اخلاقی که برای اهل تقوا امیرالمومنین علیه السلام برمیشمرن، کنترل زبانه و به کار گرفتن درست زبان. منطقهم الصواب، منطق متقین یعنی اون شیعیان خاص به صواب است، یعنی فقط صادقانه نیست. صداقت یکی از ویژگی هاست، بلکه چند تا ویژگی دیگه هم باید داشته باشه. یکی از وجوه صواب اینه که به کی چی بگی. یکی از وجوه صواب اینه که در چه زمانی چی بگی. خیلی محاسبه میخواد. من الان اینو باید بگم برای این مخاطب یا نگم؟ خدایا الان وقتشه یا وقتش نیست؟ بگم بی خودم بدتر میشه، نگم بی خودم بدتر میشه. منطقهم الصواب ببینید به چیا داره اشاره میکنه. مثلا خانوم میذاره آقا اومده خونه، درب داغون، بعد میگه بابا منم خستم، الانم از دستش ناراحتم. یه 4 تا حرف منفی همون موقعی که آقا اومده میزنه، دعوا میشه و بعد خسته میشن و بعد میگه آقا اصلا ببخشید، من اصلا خیلی خوشحال میشم تو میای خونه، جگرم حال میاد دیگه، حالا از بس از دست ناراحت بودم سر فلان موضوع، شروع میکنه اظهار عشق کردن. بابا در تو روایت اومده وقتی مرد اومد خونه همون اول اظهار عشق کن. نق خواستی بزنی 10 دقیقه بعد، همین زمانش رو عوض میکنی، همه چی به هم میرسه. یه مخاطبه جفت حرفا رو بزن، ولی اول اینو بگو بعد اونو بگو، دعوا میخوابه. مردها هم نسبت به خانومها همینجور، بعضی وقتا متوجه نیستن در چه زمانی چی باید بگن. بچه به دنیا اومده، شما نباید اول بپرسی حال بچه خوبه، باید بگی حال تو خوبه. حالا اون که هست دیگه انشالله حالش خوب. بچه رو آوردن جلوت، یه توجه کوتاه دور خانومت باید بگردی. عزیزم تو باید سالم باشی، تو میمونی برا من. خیلی این بچه زحمتت داد. ببین بالاخره در چه زمانی چی بگه آدم خیلی مهمه. یکی از وجوه ثواب اینه که به کی چی بگی. یکی از وجوه ثواب اینه که در چه زمانی چی بگی. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب.